سلام، من حمید سهرابیم. امروز میخوام راجع به نرم افزار افتر افکت صحبت کنم. از وبسایت دانشجویار مهمان چشم ها و گوش هاتون هستم. چرا مثل این برنامه‌های تلویزیونی دارم صحبت میکنم؟ به هر روی نمیدونم، بهتره یه مقدار صمیمی‌تر باشی. نرم افزار افتر افکت رو در این ویدیو میخوایم صحبت کنیم که چه نرم افزاری است، توانمندیاش چی هست، آیا جایگزینی دارد یا خیر، بازار کارش چیه، به درد کیا میخوره. اوکی. و بعد از اینکه اینا رو توضیح دادیم به این میپردازیم که این دموی آموزشی، عذرخواهی میکنم، این دوره آموزشی مناسب برای چه کسایی است و تفاوتش با دیگر دوره ها در چیه. خیلی خوشحالم از اینکه پای این ویدیو نشستی. باعث افتخارمه که همچنان جانی در تن دارم و باعث میشه که بتونم به هر روی بایستم یا بنشینم و برات توضیح بدم. نرم افزار افتر افکت ساخته شده از نرم افزار فتوشاپ به علاوه پریمیر. یعنی اگر این دوتا نرم افزار رو با هم ترکیب کنی، نرم افزار افتر افکت خلق میشه. کارهای فتوشاپی داری روی ویدیو، مثلا دیدی میگن ویدیوی فتوشاپ شده، اصطلاح غلط، این کار افتر افکت. کار تدوین ویدیو داری، جلوه ویژه داری، این کار افتر افکت. کار انیمیشن سازی داری، موشن گرافیک داری، این کار افتر افکت. هر کار ویدیویی که نیاز داری افتر افکت اینجاست. اون تبلیغه بود هرچی میشد مدرسان شریف، این همینه. هر چیزی که مربوط به ویدیوست افتر افکت. موشن گرافیک افتر افکت، انیمیشن افتر افکت، چه میدونم استوری موشن افتر افکت، لوگو موشن افتر افکت، هر آنچه که ما وقتی سر و کار با فریم داریم، تک فریم نه، چندین فریم کار با ویدیو داریم افتر افکت. بعضی اوقات ما یه ویدئوی ساده می‌خوایم تدوین کنیم، این ما افتر افکت امکان پذیر البته که هست، اما معقول نیست. ما وقتی یه ویدئوی ساده می‌خوایم تدوین کنیم میریم سراغ پریمیر. خب سرعتش یه مقدار بیشتره چون سبک‌تره، آپشن خاصی نداره، اتفاقات خاصی و در اختیار ما قرار نمیده. ولی وقتی بخوایم همون ویدیو رو به صورت خیلی پیشرفته یا اصطلاحاً پرفشنال، اگه درست تلفظ کرده باشم، با اون لهجه‌ای که انتظار داریم میخوایم ویدئویی تدوین کنیم یا انیمیشنی رقم بزنیم، کمک از افتر افکت میگیریم. مثال، من این ویدیو رو با پریمیر تدوین دارم میکنم، یعنی تدوین کردم، ولی بعضی جاهاش میخوام تکنیک‌های خاص بزنم. پس طبیعتاً ما وقتی بخوایم کارهای حرفه‌ای ویدیویی انجام بدیم، جلوه‌های ویژه، موشن گرافیک، استوری موشن، لوگو موشن، این کارهای حرفه‌ای رو بخوایم انجام بدیم، نمیریم سراغ پریمیر، میریم سراغ افتر افکت. هم ساده تره، هم توی وقتمون صرفه جویی میشه. نه که بگم به هیچ عنوان تو پریمیر نمیتونیم کار شاخی انجام بدیم و یه اصطلاحاً شاقی انجام بدیم و نه، شدنیه. لوگو موشن رو ما با پریمیر انجام دادیم، استوری موشن رو انجام دادیم، اما افتر افکت به سادگی میتونیم این کار رو انجام بدیم. بهتر به انیمیشن ها، به کی فریم ها دسترسی داریم. نرم افزاریش که برای این کار خلق شده، نه که با پریمیر نشه، شدنیه. ما با فتوشاپ هم میتونیم استوری موشن بزنیم حتی، ولی میریم سراغ پریمیر. اگه بخوایم حرفه‌ای تر کنیم میریم سراغ افتر. بازار کار به چه شکل است؟ بازار کار افتر افکت بستگی داره تو کدوم حوزهش بخوایم فعالیت. اگه بخوایم انیمیشن تبلیغاتی بسازیم، یعنی در حوزه موشن گرافیک به عنوان یک موشن دیزاینر فعالیت کنیم، ثانیه‌ای محاسبه می‌کنیم. مثلا تدوین ویدیو دقیقه‌ای است معمولا، ولی موشن گرافیک ثانیه‌ای است، چون تو مجبوری فضاسازی بکنی اگه تصویرساز نداشته باشی، ثانیه به ثانیه کی فریم بزنی، پس ثانیه‌ای محاسبه میشه و ثانیه‌ای تقریباً از 100,000 تومان هست تا بالای 1,000,000 تومان. یعنی در ازای در واقع ساخت و تدوین یک انیمیشن تبلیغاتی 1 دقیقه‌ای ما معمولاً از 2 تومن میگیریم تا نزدیک به 100 میلیون تومن، بستگی به جزئیات، بستگی به سناریو، بستگی به همه اینها داره. یعنی فقط این نیست که یه انیمیشن، خیلی چیزا داره، کارگردانی میخواد، سناریو نویسی میخواد، تصویرساز میخواد بیاد انیمیشن ها رو در واقع کاراکترها رو طراحی کنه و بعد ما نهایتاً در واقع اینها رو ریگ کنیم و انیمیت بدیم و نهایتاً تدوینش کنیم، یا با خود افتر افکت یا ترکیبی از نرم افزار افتر افکت و پریمیر. و بازار کار بسیار خوبی داره. یعنی تا الان من اگر بخوام در واقع یه سرنخ بهت بدم، تا به الان من بیشتر از افتر افکت پول در آوردم تا پریمیر. هرچند ارتباط بیشتری با تدوین ویدیو میگیرم، ارتباط کمتری با موشن گرافیک دارم، اما عمده درآمد من از افتر افکت بوده، چون هر کسی قادر به تسلط بر نرم افزار افتر افکت نیست. اما خوشبختانه به خاطر روند یادگیریم خیلی ساده این نرم افزار رو یاد گرفتم و خیلی کاربردی، و به همین جهت کاربردی هم آموزشش میدم. تفاوت این دوره
با دیگر دوره ها چی هستن؟ تو این دوره قرار ما چیا یاد بگیریم یا چیا من یاد بدم. اولا که در فصل اول کل مقدمات تئوریک نرم افزار افتر افکت رو آموزش میدم. ابزارهاش رو میشناسیم، محیط کار رو میشناسیم، پیکربندی که نیاز داره رو میشناسیم، سیستمی که میخواد و چگونه بهتر کار کنیم و کلا افتر افکت رو تو فصل اول میشناسیم و یاد میگیریم به صورت مقدماتی، بیسیک، پایه‌ای. و در فصول بعد دیگه میپردازیم به پروژه ها. پروژه‌ای از قبیل انیمیشن های کوتاه. به ترتیب میگم: استوری موشن، لوگو موشن، پروفایل موشن، انیمیت کاراکتر، انیمیت ماشین، کلن موشن گرافیک، پروژه کامل 1 دقیقه‌ای سناریو نویسی شده، ساند افکت داره، کارگردانی شده، یک انیمیشن تبلیغاتی کامل. ولی اول باید از پروژه‌های کوچیک شروع کنیم دیگه. ما اول باید اصلا کیفریم رو کامل مسلط شیم که گفتم تو فصل اول کامل اوکی میشه. یعنی فصل اول کل افتر افکت رو یاد میگیریم، فصول بعدی پروژه ها. فصلای اولیه مینی پروژه مثل لوگو موشن، استوری موشن، پروژه های کوچولو. فصول آخر پروژه های بزرگ، پروژه های تبلیغاتی کامل که بشه به عنوان نمونه کار حرفه‌ای ارائهش داد. این دوره کم کم دست کم 20 الی 30 پروژه خرد و درشت داره که میتونی نهایتا پس از گذروندن این دوره پروژه ها رو انجام بدی با من، همراه من. یعنی 0 تا 100 این که داریم این پروژه رو انجام میدیم 0 تا 100ش توضیح داده میشه. نه که صرفا بیام بگم من این کارو کردم، از این افکت استفاده کردم. نه، 0 تا 100 کارایی که میکنم رو حین اینکه دارم اون انیمیشن رو میسازم، اون کار رو خلق میکنم، آموزشش هم. قرار نیست صرفا موشن گرافیک یاد بگیری، قرار نیست صرفا ویژوال افکتس یا جلوه‌های ویژه یاد بگیری، قرار نیست صرفا افتر افکت یاد بگیری. اولا قرار کل نرم افزار افتر افکت رو یاد بگیری، کلا بهش مسلط شی، کاربردی یادش بگیری و نهایتا هر کاری که از نرم افزار افتر افکت برمیاد و انجام بدی. مثل موشن گرافیک، جلوه‌های ویژه، خواستم میگم ولوه‌های جیوه. کل کارهایی که از نرم افزار افتر افکت برمیاد رو میتونیم انجام بدیم. فقط موشن گرافیک نیست، فقط جلوه‌های ویژه نیست، فقط یادگیری مقدماتی نرم افزار افتر افکت نیست. ما اینجا اومدیم نرم افزار افتر افکت رو یاد بگیریم اول در درجه اول و بعد کل توانمندی افتر افکت رو به چالش بکشیم. هر چقدر از پسش افتر افکت بر بیاد ازش استفاده میکنیم و در حوزه‌های مختلف ازش کار میکشیم و پروژه خواهیم داشت. یعنی هم پروژه کامیک موشن داریم، هم استوری موشن داریم، هم لوگو موشن داریم، هم انیمیشن تبلیغاتی داریم، هم انیمیت های کوتاه داریم، هم جلوه های ویژه داریم، هم تدوین های اصطلاحاً عجیب غریب داریم. هر آنچه که نرم افزار افتر افکت از پسش برمیاد. حالا یه نگاهی به فصول و مباحث این دوره بنداز. یا اگر احساس میکنی توضیحات کاملی راجع به این دوره ندادم، از بخش کامنت ها بپرس، در واقع به سرعت جوابت رو میدم. به هر روی فکر نمیکنم چیزی مونده باشه. من حمید سهرابی ام از وبسایت دانشجو یارو.